سلام به همه. توی این ویدیو قرار هستش که بهتون روش‌های بررسی کردن یک باینری اندرویدی رو نشون بدم و با یک سری ابزارهایی که حالا کلاً توی بررسی کردن باینری ها استفاده میشه آشناتون کنم. ما کلاً دو دسته یا دو حالت داریم برای بررسی کردن باینری ها. یکی حالت استاتیک و یکی حالت داینامیک. توی حالت استاتیک ما یک دید کلی پیدا می‌کنیم نسبت به باینری که بر اساس یک کد دیکامپایل شده یا دیس اسمبل شده است. توی اون کد دیکامپایل شده یا دیس اسمبل شده ممکنه از یه سری تکنیک‌ها استفاده شده باشه، مثل رفلکشن که خیلی سخت میکنه کارو. در همین یک حالت دیگه‌ای وجود داره به نام داینامیک که تو حالت داینامیک ما برنامه رو تو یک محیط خاصی اجرا میکنیم که بتونیم مموری اون برنامه رو بخونیم یا این که بتونیم به برنامه یه سری کدهای اینجکت کنیم که بتونه برامون بررسی رو خیلی ساده تر انجام بده یا حتی اتومات انجام بده، یا کلاً بخوایم رفتار اون برنامه رو بررسی کنیم. یا حالا اون رفتار میتونه یک چیزی باشه مثل DNS کوئری هایی که داره اون برنامه استفاده میکنه، API کال هایی که داره اون برنامه استفاده میکنه، یا حتی تغییر دادن یک سری از پارامترهایی که اون برنامه داره میفرسته به سرور یا از سرور دریافت میکنه. ابزارهای اصلی که توی بررسی استاتیک استفاده میشه توی اندروید یه سری چیزاست مثل APK تول، دکستوجر، جب، JDGUI، آندروگارد. حالا اکثرا اینا دیگه توسعه داده نمیشه. مثلا دکستوجر دیگه از 2019 هیچ کامیتی روش نیومده، اما همچنان اینا قابل استفاده هستن. یه سری ابزار هم هست مثل فریدا و رادار که در آینده سراغ اینا میریم. اینا باز با پلاگین با هم دیگه مچ میشن و خیلی خیلی کارو ساده میکنن. در کنار همه این ابزارها یک سری سیستم عامل‌ها هم هستش که این ابزارها رو همه رو با هم جمع کردن و پک کردن و به عنوان یک سیستم عامل آماده کردن که کار رو خیلی راحت‌تر میکنه. یک سری کانفیگایی توش اتومات انجام شده دیگه، درد سرا رو لازم نیستش که هر بار انجام بدی. این یکی مختص مالور آنالیسیس هستش که یک سری ابزارهای اصلی رو تو خودش گنجونده، مثل گیدرا یا قیدرا، هر کدوم درست تره، کاتر، یا توی ابزارهای جاوا جد، جیدی، آیدی ایکس پارسر، چیزهای اصلی رو داره تو خودش. حالا احتمالاً یه قسمت هم کامل نصب و راه اندازی این سیستم عامل رو بهتون نشون میدم. خب من چند تا سمپل از قبل آماده کردم که یک سری از معایب و مزایای بررسی استاتیک رو بهتون نشون بدم. خب اول از همه میریم سراغ MobSF که یک فریمورک پایتون بیس هستش و خیلی چیز کاملیه، اطلاعات خوبی از یک باینری بهمون میده. خب یک اینترفیس وب بیسی بهمون میده که اینجا میتونیم سمپل ها رو توش بندازیم و ببینیم نتیجه چی میشه. خب چون این داستان چند دقیقه‌ای طول میکشه، من ویدیو رو اسکیپ میکنم جایی که آنالیزر کارش تموم میشه و بعد اینکه آنالیزر کارش تموم میشه وارد یک پنلی میشیم که خیلی اطلاعات مهمی در مورد اون باینری قراره بهمون بده. حالا اون اطلاعات یک بیسیک اینفورمیشن هستش که هش فایل رو میده. اگر برنامه توی گوگل پلی پابلیش شده باشه در مورد اون صفحه گوگل پلی یک سری اطلاعات میده. تعداد اکتیویتی ها، سرویس ها، رسیور ها و پرووایدر ها رو میده. دسترسی به کدای دیکامپایل شده یا دیس اسمبل شده رو میده. اطلاعات اون سرتیفیکیتی که باهاش برنامه ساین شده رو میده.
پرمیشن هایی که تو برنامه استفاده شده یا سیستم کال ها. یه بخش دیگه ای داره که اکتیویتی هایی که توی اون برنامه استفاده شده رو که قابل صدا زدن از برنامه های دیگه هستن. مثلا توی این اینتنت داره فکر میکنم که میگه اگر رفتش توی ساب دامین m.filimo.com یا با این چیزها شروع شده بود filimo2.//m.filimo.com یا https با این پترن بیاد این اکتیویتی رو باز کنه که حالا این توی یه سری تکنیکایی مثل فازینگ خیلی استفاده میشه و در کنار همه اینا یه سری اطلاعاتی میده از کد آنالیسیس، یه سری مشکلات رو بهمون نشون میده، یه سری خطاهایی که ممکنه وجود داشته باشه رو بهمون نشون میده که این همیشه درست نیست، چون این سری فریم ورک ها بر اساس یه سری پترن کار میکنن که اون پترن حالا اگر وجود داشته باشه تحت هر شرایطی این بهمون اون خطا رو میده. یه اطلاعاتی در مورد اون کتابخونه های نیتیوی که توی باینری استفاده شده میده، مشکلات اونا رو بهمون میده و یه سری اطلاعات در مورد کامپوننت های برنامه میتونیم اینجا به دست بیاریم و از اون مهمتر بهمون میگه آقا برنامه با مثلا یه سری دیتابیس های آنلاین مثل فایربیس ارتباط داره، از چه ترکرهایی داره استفاده میکنه، حالا کراشلیتیکس و فایربیس هستش اینجا. در کنار همه اینا استرینگ هایی هم که توی برنامه هارد کد شده رو بهمون نشون میده، یا اگر از یک سری توکن هایی استفاده شده باشه توی برنامه بهمون میده، مثلا مثل گوگل API کی، ریپورتینگ API کی، یا کلا از هر سیکرتی که استفاده بشه توی برنامه. نه همیشه ولی اکثرا اینجا نشون میده. اما حالا با تمام خوبی هایی که این فریم ورک داره، توی یک سری باینری های عملا این هیچ کاری انجام نمیده، مثل این یکی. اینجا ما کلن الان 2 تا اکتیویتی داریم، یک سرویس داریم، 3 تا رسیور، هیچ پرووایدری و کلی پرمیشن که اصلا منطقی نیستش با توجه به اینکه کلن کل کدی که اینجا به ما میده عملا چند خطی بیشتر نیستش. کلن 2 تا پکیج داریم اینجا که یکیش که عملا فایل آره که آیدی ها توشه و یک پکیج دیگه که یک سرویس داره که هیچ جایی از اون پرمیشن ها استفاده نمیکنه، یک اکتیویتی خالی داره، یک اپلیکیشن تقریبا خالی داره که حالا سراغ این میایم، رسیور کاملا خالی، یک اکتیویتی دیگه داره که از یک سری متدایی مثل همون رفلکشن که گفتم داره اینجا استفاده میکنه و کلا هیچ کدوم از اون پرمیشن هایی که ما کلا اینجا دیدیم استفاده نشد. در کنار همه اینا توی اینفورمیشنی که ما داریم میدیم سکیوریتی اسکور داره به ما 100 از 100 میده، یعنی برنامه کاملا ایمن و مطمئن، در حالی که این یه مالویره. و حالا توی JD اگر باز کنیم برنامه رو یا JADX اینجا اگر نگاه کنیم میبینیم که توی ریسورس ها، توی اسست ها یک فایلی داریم که باینری بی‌معنیه عملا. اینا اگر با بین تو واک یا هر چیز دیگه باز کنیم بهمون فقط دیتا میده، یعنی عملا یک فایل انکریپت شده ایه. توی اپلیکیشن که نگاه کنیم میبینیم این فایل رو داره از توی اسست ها لود میکنه، فایل اولش رو میگیره و بازش میکنه. بعد اینکه بازش کرد 11 بایت اسکیپ میکنه، 1 بایت میخونه
و بعد از اون تمام بایت ها رو میاد XOR میکنه با اون بایت اولی که خونده. بعدش خروجیش میشه اون فایل دکسی که فایل اصلی هستش و حالا اون فایل میاد به روش رفلکشن و ران تایم لودر خود اندروید میاد توی برنامه به عنوان اپلیکیشن کلاس اجرا میشه. الان توی این مثال عملا استاتیک آنالیسیس هیچ فایده ای نداره، چون که ما هیچ دسترسی به اون دکس فایل اصلیمون نداریم و یک سری ابزارهایی که مثل همین موب SF هستن یا کودوس هیچ کدوم اینو به عنوان یک فایل مخرب تشخیص نمیدن. اینجا جایی که ما مجبور میشیم یک سری از اون کدا رو به صورت دستی خودمون اجرا کنیم یا از یک سری ابزارها مثل فریدا استفاده کنیم که بیایم تو ران تایم ببینیم داره چی کار میکنه برنامه که میشه داینامیک آنالیسیس. ولی حالا برای این مثال ما خودمون کدا رو بعضیاش سعی میکنیم کپی کنیم و اجرا کنیم. خب این همون فایلیه که توی asset ها بود و ما اومدم اینو توی یک پروژه جاوا کپی کردمش. بعد از این که برنامه رو اجرا کنیم خروجی ما میشه این classes.dex جدیدی که اینجا داریم و حالا اگر این classes.dex رو ما توی جد x دوباره اجرا کنیم تازه میشه اون فایل اصلی که ما باید اول آنالیز میکردیم. اینجا گفتم عملا ما استاتیک آنالیسیس بیفایده میشه. اینجا دیگه تک تک اون پرمیشن هایی که توی مانیفست داشتیم تازه داره استفاده میشه و یه سری کدای مخربی که اصلا نیاز به آنالیز نداره داره اینجا دیده میشه دیگه. ولی خب فقط خواستم اینجا بهتون نشون بدم که استاتیک آنالیسیس چه مشکلاتی داره و کلیت ماجرای استاتیک آنالیسیس و داینامیک آنالیسیس چی هستش. حالا تو ویدیوهای آینده بهتون نشون میدم که از توی یک باینری اندرویدی چجوری میشه اون API که داره با سرور ارتباط برقرار میکنه رو در آورد. اگر انکریپت شده بود چجوری میشه دیکریپتش کرد و سعی میکنم باز با یه سری ابزارهایی مثل فریدا بیشتر کار کنم اونجا. ولی فکر میکنم که برای یک آشنایی مقدماتی با بحث آنالیز باینری های اندروید این ویدیو کافی باشه فعلا.